ادامه داستان یا ادامه سریال ها. خب بریم سراغ مشکل یابی. خب دیدیم که بزرگترین مشکل داریم راجع به حرف میزنیم بانکه هست، چون خیلی از شما با من موافق بودین که بانکی که من میرم دوست من نیست. چرا دوستان؟ چرا دوست من نیست؟ چون دوست من کسیه که میگیم اگر نخواستی سود برسونی ضرر به من نرسون. قبول دارین شما؟ خب بانکه به من سود میرسونه یه ضرر، سود به من میده یه ضرر. خب یعنی چی؟ پولمو دارم میبرم والنتری لاین اپ وای میستم توی بانک CIBC RBC TD بانک، پولمو دارم میدم به یه ترد پارتی دیگه، درسته؟ میریزم تو چه حسابی؟ حساب فرزندم، درسته دوستان؟ هستین با من؟ میریزم تو حساب چی؟ بازنشستگیم. پولمو میریزم توی سیوینگم، توی FHSA هم میریزم، FSA میریزم. اینا اطلاعاتی هم راجبش زیاد ندارم، نه؟ RSP دقیقاً نمیدونم چی هست. اینا پولا رو که من دارم میریزم توی حسابی که اطلاعاتی هم زیاد ندارم یا اطلاعاتی که هم دارم میتونه اشتباه باشه، به من داره سود میده؟ سود نمیده، به خاطر اینکه آمار 2019 حالا من جدیدشو ندارم به ما داره میگه 1.3 تریلیون دلار از پول من و شما تو 5 بانک اصلی فار چارتر بانک کانادا خوابیده با چند درصد سود؟ 0.5%. 0.01 دوستان، 0.08 اینا سگمنت های کلاینت های من هست. حالا خیلی ما اسمارت باشیم میریم به بانک میگیم این چه وضع سود دادنه، من میخوام سود بیشتر ببینم، توی آگهی شما دیدم 2% 5% میگیم، من میخوام بذارمش اونجا. بانکی میگه اوه ایشون فهمیده، بیا بذاریمش تو GIC. برای ما چقدر میذاره؟ GIC چقدر هست؟ 3-4%. میگه حالا 6 ماه هم باید پروموشن 5% میدن ولی 3-4%. درست شد؟ خب شما دوستان به من بگین اگر من 3-4% هم بگیرم که اکثر ما 0.5% میگیریم تو حساب بچه‌مون، در RSP مون، در RSP مون، در سیوینگمون یا نمی، تو این حسابا که ما 3-4% هم میگیریم تورم چقدر اینجا؟ 6.9%. درسته؟ پس حساب من داره سود میکنه یا ضرر؟ بریم تو ویدیو بعدی باز با هم حرف کنیم. اسم من کامبیز کرباسیه، خوشحالم تا اینجا ببینم.